کبریو بعد اون که شوهرش جوابش را داد زندگی اولویش ویران گشته از خانه خوشتامانش همراه این کودکش نزد والدانش آمد. همراه شوهرش خانه خود را نداشتند، در خانه خوشتامانش زندگی میکردند. سببگار اساسی ویران شدن اویلش را از خوشتامانش میبیند. خیلی تقدیر خیلی نخواستن ما تاجیک بودم و خلق بودن. خیلی آوردم فرم دادم دیگه سراغم نکردن. اینا 5 ماه شده که یگون گپ خبرم نیسته. شوم باشه تلفن کردم میپرسید، بچه‌شم میپرسید. بعد خانگی شما درکش یافتن دیگه با نموندن گپ زنی نمیخوان که من قطعا زندگی کنم. خشتامانم قیسنگلام خسرم کار نمیگیره. آی نرفتم نه ایزکس جدا شدم نه بچه‌م علمین توری کردم نه لق پرم آوردم. انا بچه‌شون میگه که علمین توری میکنی نمیکنی من هر مو بچه‌م دستم روی میکنم. نه 5 ماه شده یک تینم روی نکرده. والدان کبریو در این حوله اجاره میشینند. آنها منزل استقامتی خود را ندارند. در سطح کمبیزاتی عمر به سر میبرند. در اوله تنها پدرش کار میکند. مادرش بیکار و دردمند است. آنها با امید که زندگی کبریو خوش گذرد گفته او را با پسری عمکش به شوهر دادند. همدیگرمون برازی همدیگرمون اون نغزید او شخشید ایسیم هشتمین کتاب شوندن 3 سال دفاتیه ایستادم. خیلی آوردن خیلی گرفتن بردن 2.5 سال از زندگی کردم همین خیلی شد. خریزا بودیم اگه چه باید جان بودیم خریزا بودیم 2 سال در فاتیه ایستاد 2 سال در فاتیه ایستاد و خیلی بچه خیلی 5 تا 6 تا کلون گفتیم شوش بیتیم نموندن شوتی خیلی امروز با بردن ختم خیلی با یک کودک نخلی کردن خودنو خیلی هم کلونو میشوه هم کلونو بچه‌ش نصیحت کنم بگه خیلی یوشای خیلی 2 سال همین دختر خیلی خشکاد ایستادی گفتی خیلی 2 سال توقت کردیم نگه بروردیم دادیم خیلی که نمیکردم واردن پرسن رفتن ایموس جواب شد دادن دیگه ما خیش گفتن سومی نداریم بسر پیشاکوش بریم دیگه ایستادیم خیلی کده علمینم سراغ نکیسیم مولمو خیلی دعوت دستم در کره که کبریو سواد ندارد، خوانده و نویسنده نمیتواند. او از اون پشیمون است که چرا در وقتش در مکتب نخوانده است. اگر معلومات می‌داشت امروز کاری پیدا می‌کرد و زندگیش رو پیش برده می‌توانست. شرایط نبود دادم خودش طاقت بود دادر ما داخل کردیم. عموما مکتب نخوندی؟ رفتگیم خیلی قنی. تو صنف چند بودی؟ تا صنف 4 نیم. بعد نپرسیدن که چی نمیخونه؟ مکتب نپرسیدن؟ نه نپرسیدم هیچ نگفتم. دیگه نگفتن که بیا بخون؟ نه قشلاق بود دیگه اهمیت ندادن دیگه من شرایط نبود دادر و مایده بود دیگه اچم ازش گرفت دیگه نرفتم. وقتی داشتم میخوند وقتی هم گفتم بخونیدم خیلی کو نخوندم ها چه کنیم خیلی میخوندم یگام جای کار یگام چی میشیدم ده یگام دستگیر یگام من حالی همین کار میکنم گفت من خواستم که اوچش کار کنم و این گودکش نگاه کرده بیفته لیکن نگاه کردم که دلی ای کشید من گفتم با خیلی دلش شکسته شدگی مایل گفتم باشم تو مایل کار کن گوشه در خونه این گودک نگاه کرده بیفته. با وجود این مشکلی ها کبریو دل شکسته نیست. او زندگی را دوست می‌دارد. برای در آینده خوش گذشتن زندگیش تلاش دارد. در خصوص گرفتن زمین نزد حولگی برای ساختمان منزل استقامتی به حکومت با عریضه مراجعه نموده است و باوری دارد که روز میرسد و صاحب منزل استقامتی میگردد. با میخوام که همین خیلی کوارتیران شدگیم همین یاردم بتن خیلی دادم کاری دولت ده 450 لیگ میگیره خیلی خمان شرایطی خمونه ایلا بود میکنه دادرم استودنت هر مودم سوم روی میکنیم با توقت کردیم نگه بروردیم دادیم خیلی که نمیکردم واردن پرسن رفتن ایموس جواب شد دادن دیگه ما خیش گفتن سومی نداریم بسر پیشاکوش بریم دیگه ایستادیم خیلی کده علمینم سراغ نکیسیم مولمو خیلی دعوت دستم در کره که کبریو سواد ندارد، خوانده و نویسنده نمیتواند. او از اون پشیمون است که چرا در وقتش در مکتب نخوانده است. اگر معلومات می‌داشت امروز کاری پیدا می‌کرد و زندگیش رو پیش برده می‌توانست. شرایط نبود دادم خودش طاقت بود دادر ما داخل کردیم. عموما مکتب نخوندی؟ رفتگیم خیلی قنی. تو صنف چند بودی؟ تا صنف 4.
کبریو بعد اون که شوهرش جوابش را داد زندگی اولویش ویران گشته از خانه خوشتامانش همراه این کودکش نزد والدانش آمد. همراه شوهرش خانه خود را نداشتند، در خانه خوشتامانش زندگی میکردند. سببگار اساسی ویران شدن اویلش را از خوشتامانش میبیند. خیلی تقدیر خیلی نخواستن ما تاجیک بودم و خلق بودن. خیلی همه خیلی آوردن فرم دادن دیگه سراغم نکردن. اینا 5 ماه شده که یگون گپ خبرم نیسته. شوم باشه تلفن کده میپرسید، بچه‌ش هم میپرسید. بعد خانگی شما درکش یافتن. هر دادند. همدیگرمون برازی همدیگرمون اون نغزید او شخشید ایسیم هشتمین کتاب شوندن 3 سال دفاتیه ایستادم من خیلی آوردن خیلی گرفتن بردن همین 2.5 سال از زندگی کردم همین خیلی شد خریزا بودیم اگه چی باید جان بودیم اگه خریزا بودیم 2 سال در فاتیه ایستاد 2 سال در فاتیه ایستاد و خیلی بچه قریب 5 تا 6 تا کلانه گفتیم شوش بیتیم نموندن شوتی خیلی امروز با بردن ختم خیلی با یک گودک نخیلی کردن خیلی خیلی هم کلانو میشوه هم کلانو بچه‌ش نصیحت کنم بگه خیلی یوشای خیلی 2 سال همین دختر خیلی خشکاری ایستادی گفتی خیلی 2 سال داریم. بعد نپرسیدن که چی بنا میخونه مکتب نپرسیدن. نه نپرسیدم هیچی نگفتم. دیگه نگفتن که بیا بخون. نه قشلاق بود دیگه اهمیت ندادن دیگه من شرایط نبود دادر و مایده بود دیگه اچم ازش گرفت دیگه نرفتم. وقتی داشتم میخوند وقتی داشتم گفتم بخونیم خیلی کو نخوندم ها چه کنیم خیلی میخوندم یگام جای کار یگام چی میشیدم در یگام دستگیر یگام من حالی همین کار میکنم گفت من خواستم که اوشش کار کنم و این گودکش نگاه کرده بیفته لیکن نگاه کردم که دل ای کشید من گفتم با خیلی دلش کرده شدگی مایل گفتم باشم تو مایل کار کن گوشه در خونه این گودک نگاه کرده بیفته با وجود این مشکل دیگه با نموندن گپ زنی نمیخوان که من قطعا زندگی کنم خشتامانم قیسنگلام خسرم کار نمیگیره آی نرفتم نه ایزکس جدا شدم نه بچم علمین توری کردم نه لق پرم آوردم انا بچه‌شون میگه که علمین توری میکنی نمیکنی من هر مو بچم دستم روی میکنم نه 5 مشته یک تینم روی نکده. والدان کبریو در این حوله اجاره میشینند. آنها منزل استقامتی خود را ندارند. در سطح کمبیزاتی عمر به سر میبرند. در اوله تنها پدرش کار میکند. مادرش بیکار و دردمند است. آنها با امید که زندگی کبریو خوش گذرد گفته او را با پسری عمکش به